مادر جان، شکر خدای تعالی که آرزویت عملی شد. خانه خدا را زیارت رفتی بازم مبارک و چه جان، من دوستت می دارم. شکر، حمد و ثنا. دستانم از مهنتی سخت می سوختند در آن شهرهای دور و خنود. هر یک تنگرا با نیتی پاک جمع کردم، نه برای خود خانه و درینم، تنها برای همان آرزوی دیرین ای تو که قبر را با چشمان خود ببینی. مادرم به حج رفت، نهایت آرزویش عملی شد.